خانوما راجع به آقایون حالا من بگم، آقایون چند دستن؟ آقایون یک دستن. آقایون فقط کس میخوان، همین. بعد یه چیزی رو من بگم، آقایون به این شکلن که اگر بهترین کس دنیا رو هم داشته باشن، قشنگترین و پولدارترین و خفنترین کس دنیا رو هم داشته باشن، باز هم دلشون کس دیگه ای میخواد. یعنی نه میبینی جنیفر لوپز رو، نه میبینی شکیرا رو، نه میبینی این همه سلبریتی بهش خیانت شده. همینه دیگه. آقایون یک دستن، هر چقدر زیبا باشی، خانوم باشی، بازم کس جدید میخواد. یعنی این توی ژنتیکشونه، این توی هورموناشونه، این توی وجودشونه. خارکسه ها کیرشون وای نمیسته که هی دوست دارن هر سوراخی رو امتحان کنن. به خاطر همین نتیجه گیری این میشه. ما کلا یک دسته آقا داریم که هر خانومی رو داشته باشه بعد از مدتی باز هم کس جدید میخواد.